هفدم دگر ریفراندوما گوهارتنا 18 بندین دستور ترکیه و گوهارتنا سیستم پرلمانی ترکیه بو سیستم سروکاتیه لواشنطن پرتوکاکانی هاتا بلاف کرن بناوه سلطانینی. نویسکار و ریوبر پروگرام لیکولینین لسر ترکیه لانستیتویا واشنطن سونار کابتای پیدا چون لسر چندین قوناغ سیاست اکپه و سروک اردوگان و بحث قیران سیاسی نافخوی در وی ترکیه دکد. ترکیه سردم یا علمانی و لیبرال لگور مدل کا روش آوایی لسر دست مصطفی کمال اتاتورک هاتا آوا کرن لنها ترکیه لسر مدل کا اسلامی یا یک کسی دیتا درست کرن و تیدا سروک کمار خدام بریارا و بره. ترکیه لعالیه جغرافی ولاتک مزنه و پرقول و نتوه و بالین ایدولوژیان سیاسیان جدایه و یک کس قد نکارد لگور ایدولوژیه که بتنه پریوه ببید. سیاست نافخوی یا سر و کمار ترکیه بلاواز کرنا بنیاد دموکراسی و روشا خراب یا ماف مروان و ریگری لآزادی راگهاندن و سیاست در و بتایبت لسوریه باندورک خراب لسر تیکلین ترکیه و امریکا و توای اروپا دکه. کنویسکار پرتوکا سلطانینی دبیجتن اگر حوالین ترکیه لسوریه بکان رق آزاد بکن امریکا و دگلوان کار بکه. regarding the Kurdish issue. لسر پرسا کردان پشتوانی امریکا بو پیدا و پیواجوی آشتیه و پرسندن از باور دکم او دوستانه سردری الگل ناکن. کلداوی و زیانه به تکلین امریکا و ترکیه گینن. دوی قناغه دا پیدا و حسده به پشتوانی امریکا و رقای بستین و او که ترکیه و اردوغان ناخوازن. اگر ترکیه 12,000 چکدار سوری هبن و امریکا قایل بکه که اوی کاربن رقای آزاد کن واشنطن حزد کلگل انقره کار بکه. ترکیه ولاتکی سنه یا مزنه و هف سنور دگل ایران شیعه و هر دم ده هفرکیا دابون و اوه برونی لسوریا خویا دکت که هر آلیک پشتوانی آلیکی شرکر سوریا دکت. اری اوه وی ببتا اگر هفرکیا که راستو خود دناف برا هر دو ولاتان دا؟ There's always been competition. هر دم برای کانه بری سالان ناورا ایران و ترکیه هیا. هر دو آری سوریه دیشی ایکن. لیل همان دم بازرگانی دیگل ایک دکن. از باور ناکن و اوه بیتا گهارین. و ترکیه و ایران لیسا سوریه دیشی ایک ناراستن. سیاست ترکیه لسوریه دیگل چندین ولات ناتو و جوان امریکا ریک ناکوید و پشتوانی امریکا بو کردان و دجایتیا پیک اینانا دورکا پاراستی لسوریه لسر داخوازا ترکیه یا اندامانات نها برا روسیا و دچت لی هر وسا روسیه دجی ترکیه لسوریا کار دکت. Well, I think it's hard to answer that question. برسف زحمت اگرم پیش روز ناتو نزانین لی دانستاندن ترکیه لسر روسیا لسر موشکن S-400 از باور دکم به تنی هلویز دکه. جبر که امریکا ده برجواندیا ترکیه دال سوریه کار ناکد لی تماشاکار روسیا و سوریه بکه. سر رای حزیاد ناف برای اردوغان و پوتین لی سوریا روسیا دجی ترکیه کار دکد. باوری هیا نها سرو کمار ترکیه کاری بو پیکینان ترکیه کانی لسر مدل اکپه دکتن گو اوه پیدوی بچاره سریا پرس نافخوی هیا و جوان آلوزیا دگل کردان ود برسوا پسیارکا دنگ امریکا اری درفت هیا بو پیکینانا پیواجوکا آشتیه؟ First of all, we need to be very clear about لدست پیک دوید امزور رون و آشکرا بین که اردوغان ده پیواجوی آشتی دگل که بکد. از باورنا کم دمکی نزیک دانستاندنان دگل اوجلان یان تفگر سیاسی کردان پیک بینید. اردوغان دخوازه هندک کردان بخو آماده بکد و مدید هدا پار دنگ با اردوغانی لرفراندوم دا. از باورنا کم اردوغان و دانستاندنان دگل پککه یان هدف بکد. بتنی اگر اوجلان و بکد یا اردوغان بخوازید و اگر اوجلان اوکر او ده باوری خواج ناف کردان لدست بدد. یا هفبش دوی پینالی دا کتابایا شارزا قایل بولی سرهبونا تنگاوین سیاسی نافخوی در وی ترکیه لی کسی که نکاری پیشبینی یا چاره سریا یان پیشبینی یا پیش روژاوی ولاتی بکه. خالد فتاح دنگ امریکا